در زمانهای قدیم در صحرای ناپیدا کنار قلمیقها بچه‌یک مالبانی میکرد. این بچه‌یک یتیم بود و کسی نداشت. او رمه گوسفندان خانبای را بانی میکرد. خان خیلی بدقهر و ظالم بود. خدمتگارانش را از سحر تا بیگاه کار میفرمود و خوراکی درست نمیداد. برای کمترین گناه آنها را جزای سخت میداد، عذاب میداد، میزد. چوپان بچه مزن نام داشت. بیگاهی ها خان به او نان قاق و پسمانده های خوراک را میداد. دائم گرسنه میگشت چوپان بچه. این زندگی بی‌معنا به دل چوپان بچه زد و او قرار داد که شبانگاه از خانه خواجه‌اش خان می گریزد. وقتی که شب فرا رسید، چوپان بچه آهسته از خانه خان برآمد و به راه درآمد. تمام شب چوپان بچه نخوابیده راه رفت. میرفت و نمیدانست که به کجا میرود. صبح دم چوپان بچه مزن به تپه بلندی رسید. دید که در دامنه تپه پیرمرد سفید موی نشسته نالیش دارد. با شما چی شد پدر؟ با شما کمک لازم؟ یاری دهم؟ پرسید چوپان بچه. افتادم و پایم لت خورد پسرم. با من آب خنک بیار. آب خنک تشنگیم را می شکند، درد پایم را تسکین می بخشد، گفت پیرمرد. چوپان بچه تیز دویده رفته آب پیدا کرد و آورد. آب را به پیرمرد نوشاند و پای پیرمرد را با لته بست. تو کیستی پسرم؟ با کجا روانه ای؟ پرسید پیرمرد. من از خانه ظالم گریختم، گفت مزن. زندگیم خیلی بد بود. من به تو یاری می دهم، گفت موی سفید. او به آن طرف نگاه کرده رو. از پیشت علفی بلندی می براید که گلهای زرد دارد. از همان گلها کمی بچین. این علف به تو خوشبختی می آرد، گفت پیرمرد و با مزن خیر و خوش کرد و براهش رفت. بچه‌یک به طرف نشان داده پیرمرد روانه شد. پس از 2 ساعت به علفزاری بلندی رسید که گلهای زردی خوشبویی داشت. چوپان بچه از همین علف یک دسته چید و حیران شد. چی خیلی این علف مرا خوشبخت می کند؟ شکمی بچه‌یک از گرسنگی به درد درآمد. بچه یک شاخچه علف را به دهانش انداخت و فکر کرد شاید این علف شکمم را سیر می کند. ناگاه شاخچه علف در دهان او به کلچه بامزه تبدیل یافت. انا معجزه، گفت بچه. شاید گل زرد به من لباس نو می دهد. و علف را به کرته دریده و سیر یماقش رسانید و همان زمان کرته و شلوارش نه به نوی آهری شد. خرسند شد بچه. اگر به این سنگ علف را رسانم چی می شده باشده؟ گفت پسرک و آهسته که علف را به سنگ کلان سری راه رساند. سنگ به اسب سمندی زرینیال تبدیل یافت. بچه علفی گل زرد را به بتچه ها رساند و بته ها به کاروانی شترها تبدیل یافتند.
بچه اکنون بوی بچه حقیقی شده بود. اسبی سمند بادپا، سر و لباس زیبا، کاروانی اشتران همه از آن او بودند. رحمت به تو پیرمرد مهربان، داد زد بچه. بچه با اسبش سوار شد و پیشا پیش کاروان اشترهایش به راه درآمد. رفت و صحرا به آخر رسید. از نزدش دیهی برآمد. در راه اسکران سواره به کاروان بچه با هوس می نگریستند و دست می افشاندند. مردم دیه های اطراف نیز با هوس به سوی بچه می نگریستند. بچه با کاروانش به خیمه های سابق خواجه‌اش خان ظالم نزدیک شد. خان در این وقت با بچه خودش پولهای صندوقش را حساب میکرد. نگاه کن پدر، نگاه کن، بوی بچه با کاروان اشترهایش به این سو می آید. ای پدر، بیا او را میزنیم و شترهایش را میگیریم. همه بایگریش از آن او می شود. همه بایگریش را به خود میگیریم. وای تنها. ای تو پهلوان، در خورجین های شترهایت چی داری؟ با کجا روانه ای؟ پرسید خان از بچه. بچه خندید. مرا نشناختی خان؟ بچه صاف دل به خان تمامی سرگذشتش را نقل کرد و در بالای علف هم گفت. خانی چشم گرسنه بخیل خیس زد و از دست بچه علف سحرناک را کشیده گرفت. با تو یتیم پایلوچ این علف سحرناک چه لازم؟ علف اکنون از آن من، گفت او. ای علف، تو اکنون خواهش مرا اجرا میکنی؟ علف را به صندوق طلاهای تنگه هایش رساند و گفت وای تنگه های مرا بسیار کن، زیاد کن، کاری کن که صندوقم پر طلا شود. علف به صندوق رسیدن زمان تنگه های درون صندوق به سنگ و کلوخ ها تبدیل یافتند. بای خیلی غضبناک شد. تو صغیره بی صاحب مرا فریب دادی. پسرم، بیا این صغیره را زده از اینجا دفع کن. از شترهایش را خودمان میگیریم، امر داد بای. خان علف سحرناک را به کتف پسرش رساند و پسرش به شترچه پشمینک تبدیل یافت. خان سخت به غضب آمد. علف لعنتی، من تو را نیست و نابود میکنم، من تو را نابود میکنم، داد میزد خان و علف را دیوانوار به دهانش انداخته خاییدنی شد. علف باشد در دهان خان به قیراق سنگ سیاه تبدیل یافت و در دهانش درمان. خانی ظالم نفس تنگ شده به زمین افتاد. یگان کس به خان یاری نداد، چون که همه خدمتگارها او را بد می دیدند. از دست او به داد آمده بودند. شما همه تنازات هستید، بایگری خان را برابر تقسیم کرده گیرید، گفت چوپان بچه. خدمتگارها بایگری خان را برابر تقسیم کردند و گرفتند. اکنون مردم بی خان ظالم آرام و آسوده زندگی میکردند. شترچه پشمین به کجای گریخته رفت؟ رمه های گوسفندان این مردم در صحراهای بی پیدا کنار چریده می گشتند. شامگاهان موی سفیدان در نزد گلخن به میهمانها درباره چوپان بچه مزن
و علفی سحرناک قصه ها می گفتند.